اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بی نهایت خوشحالم که مجدد دارم آقای تراشیون عزیز، استاد محترم، کارشناس برنامه‌ای که به تربیت فرزندان میپردازیم رو من نگاه میکنم و میتونم از محضرشون استفاده بکنم. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم برنامه خودتون، خوشحالم از زیارت. خیلی ممنون. بنده همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران بزرگوارتون. امیدواریم انشاءالله امروز هم مطالب قابل استفاده ای رو بیان کنیم. جلسه قبل که خیلی مفید بود الحمدلله، بازخوردام خیلی خوب بوده. یه خلاصه کوتاهی هم آقای حسین زاده زحمت کشیدن، مردم دیدن. حدوداً 7 مورد رو ما از مجموعه موانع ارتباط با فرزندان از شما شنیدیم. نصیحت کردن بود، تذکر دادن زیاد بود، قیاس کردن بود. بعد ارزم حضور شما که منت گذاشتن بود، سرزنش کردن، جر و بحث و اینها، برچسب منفی زدن. انشالله که هممون ازش دور باشیم. اینا هر یه دونش ممکنه کل ارتباط ما با بچه‌ها رو از بین ببره، چه برسه که دیگه همش با هم باشه که دیگه هیچ. خب دیگه ادامه بدین. بله، یه چند موردش هم باقی مونده بود من این رو عرض بکنم، ولی قبلش یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. همونطوری که ما در برنامه قبلم اشاره کردیم، اصلا مهمترین عامل اثرگذاری تربیتی در فرزندان اینه ما بتونیم باشون ارتباط خوبی رو برقرار بکنیم. خیلی مواقع بچه‌ها سمت ما میان، دوست دارن با ما ارتباط برقرار کنن، ولی ما کاری میکنیم که اونها از ما دور میشن. از این مقداری ما پدر مادرها و مربیان باید بالاخره تدابیری رو بیاندیشیم تو محیط تربیتی که فرزندانم از ما دور نشن. من یه هشداری هم بدم، اعلان خطری هم اینجا بکنم. ببینید این نیستش که بچه‌ها اگر با ما ارتباطشون قطع بشه با همه ارتباطشون رو قطع میکنن. یعنی اگر ما پدر مادرها که دلسوز بچه‌هاییم، بالاخره آیندهشون برای ما مهمه، ارتباطشون با ما قطع بشه، اینا میافتن تو دام ارتباط با دیگران، یه دوست نابابی پیدا میکنه، یه جای محیط نامناسبی رو میره. واقعا آدم گاهی اوقات تعجب میکنه، میبینه مثلا این نوجوان و جوان حاضر تو خونه کنار پدر مادرش بنشینه، ولی حاضر ساعتها بره توی کافی شاپ بشینه، معلومه با کی بشینه اونجا. یعنی اینو حاضر نی. میگه خب چرا؟ میگه خب تو خونه مامان بابا آرامش منو به هم میزنن. میام ولی اینجا آرامش دارم. میاد یا آرامش مثلا سوری اونجا وجود داره، ولی معلوم نیست پشت نگاه اون افرادی که کناری قرار میگیرن یک نگاه مثبت، یک نگاه مصلحانه وجود داشته باشه. و شما نگاه هم که میکنید، معمولا بچه‌هایی که دچار آسیب و انحرافی میشن، بچه‌هایی که تو محیط خانه احساس ناامنی میکنن. درست. ببین حتی در حوزه تربیتی یه نکته مهمی وجود داره. میگم بعد از نیازهای زیستی بچه‌ها، مثل خوردشون، خوراکشون، خوابیدنشون، چیزایی که بالاخره نیازهای اولیه، نیاز دومش نیاز به امنیت، آرامشه. اگر ما آرامشش رو به هم بزنیم، این محیط خانه رو که میتونه یک کشتی امنی باشه رها میکنه، میره توی یک جامعه‌ای که یک اقیانوس پرتلاطمه، مجموعه‌ای از بدیها و خوبیها توش فراهمه و معلومه بچه ما لزوما سراغ خوبی‌های بیرون از محیط خانه بره. بستگی داره چی براش جذابیت داشته باشه. و توی گروه‌های سنی، مثلا از دوره نوجوانی، چون بچه‌ها غرایزشون هم بیدارتر میشه، اینا سراغ امور غریزی میرن، اموری که میتونه غریزه اونا رو اشباع بکنه. مثلا میگم ما یک پسر نوجوان تو این دوره ممکن تمایل به جنس مخالف به عنوان امر غریزی درش بیدار بشه. این نمیره لزوما تو کوچه مثلا فکر کنیم بره توی محیط امن و خوبی، این ممکنه بره تو محیط خیابون دنبال یک جنس مخالف بگرده که با او بتونه ارتباط برقرار بکنه.
یعنی ما محیط خانه رو ناامنش کردیم، حالا انداختیمش توی محیط پرتلاطم و پرخطر که ممکنه آسیب ببینه. من میگم حتی خیلی از مواقعی که محیط خانواده امن هست هم این اتفاق ممکنه بیفته. بله. چه برسه دیگه به زمانی که دیگه فاجعه است دیگه. آره. بعد میدونیم خصوصا کجاها، اونجایی که فرزند ما فشار روحی و روانی تو محیط خونه روشه، اصلا میزنه بیرون که بره یا آرامش پیدا کنه، خدا نکنه گیری آدم مثلا دیگه حالا نابابی بیفته و میره تو زمین و راحت بازی میکنه. و من دیدم مثلا نوجوان دختر پسر گاهی اوقات میگه که من مامان بابام که اذیتم میکنم بارها به فکر این افتادم برم سیگاری بشم. یعنی ببینید ناامنی او رو میندازه توی ورطه که خدمت شما حس میکنه میتونه اونجا یا آرامش کاذبی رو دریافت بکنه. و خیلی مهمه که ما یک ارتباط صمیمی ایجاد بکنیم. بعد میدونید وقتی محیط خانه امن و آرام باشه، این بچه دلبسته میشه، یعنی نگران پدر و مادر، نکنه من یه کاری بکنم مامانم ناراحت بشه، نکنه یه کاری بکنم پدرم ناراحت بشه. لذا اینا حتی اگر در یک محیط ناامن بیرونی هم قرار بگیرن، کمتر ممکنه آسیب ببینن. نمیخوایم بگیم اصلا نمیبینند، ولی بچه‌هایی که دلبسته به والدینن، محبت پدر و مادر رو عمیق در وجودشون بالاخره وجود داره، ارتباط خوبی با والدینشون داره، اینا کمتر بیرون آسیب میبینن. پس باید این ارتباط رو حتما بهش بها بدیم به عنوان یک رکن اساسی در تربیت. ولذا موانعش رو همونجوری که حضرت علی 7 موردش رو شمردیم بیان شد، 3 موردش هم باقی مونده که من اینم اگر اجازه بفرمایید محضر بینندگان خوبمون بیان بکنم. یکی از اون موارد اینه که معمولا ما پیشبینی‌های منفی هم نسبت به بچه‌هامون داریم. اینم ارتباط رو از بین میبره. مثلا دیدین گاهی اوقات پدر و مادرها مثلا برمیگرده به فرزندش میگه مثلا تو فلان شغل میشه آخرش، نمیتونی یه آدم درست حسابی بشی. یعنی پیشبینی منفی نسبت به او میکنه. اینجوری که داری درس میخونی آخرش از مدرسه بیرونت میکنن. ببین داریم یه پیشبینی منفی. مثلا دختر خانم تو خونه کمک دست مادرش نیست، میگه آخرش مثلا تو مثلا یه شوهر بد گیرت میاد. که اونجا نمیدونم، یعنی یه پیشبینی منفی میکنیم. یا برخی موارد دیگه، مثلا این دختر یا پسر رفتاری رو تو خونه انجام میده باب طبعمانی، یه بچه گیرت میاد از خودت بدتر، روزگارتو سیاه میکنه. یعنی شروع میکنیم پیشبینی های منفی رو. ببینید اینا نمیتونه آثار مثبت بذاره روی فرزندان ما. من میگم یه جای اشکالی نداره، برخی چرا ممکنه ما تو حتی ادبیاتمون تو روایاتمون هم داریم، میگه انقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. ممکنه ما بله بدی میکنیم، ولی فقط شما ندین سراغ جنبه منفیش، یعنی جنبه های مثبت رو هم بگیر. اگه فرزند خوبی باشه خدای فرزند خوبی نصیبت میکنه. چرا همش پیشبینی منفی رو بکنیم؟ پیشبینی مثبت رو بکنیم. اگر به درست اهمیت بدی موفق میشی. اگر مثلا توجه به درس و مهارت داشته باشی در آینده شغل خوبی گیرت میاد. یعنی جنبه مثبت رو ما باید توی زندگی بیان بکنیم. منفی نه، آثار سویی داره خدایش. یعنی ببینید اصلا ما کلمات رو حتی اگر منظورم نداشته باشیم منفی بگیم، طرف مقابل آثار منفیش رو برداشت میکنه. دقیقاً. مثلا به عنوان نمونه من بگم، همین چند وقت پیش بود یه زن و شوهری آمده بودن پیش منده. خانم میگفتش که آقای تراشون من چند روز پیش سردرد خیلی شدیدی گرفتم. یعنی فکرم دیگه با این سردرد به صبح نمیرسم. آقامون رو صدا کردم یه ذره وصیت بهش بکنم. یکی دو نکته گفتم. یه نکته هم این که گفتم که آره یه کفنی هم من دارم توی چمدونه. آقام برگشت گفت کدوم چمدون؟ گفت خیلی به من برخورد. اونم میگه این آقای ما، بعد آقاش میگه آقای ترشون خدا شاهد اصلا من منظورم این نبود. آروم یه چیزی گفت ما مثلا اولین چیزی که به ذهنم رسید که کدوم چمدونه رو گفتم. یعنی ببینید منفی بوده، آثارش رو طرف مقابل به نیت من که بستگی نداره. مادر یه موقع میخواد بچه رو درس خون بکنه،
ولی اول چی کار میکنه؟ شروع میکنه پیشبینی‌های منفی رو در حق او کردن. اینجوری درس به آخرش مثلا میشه به قول خود حالا اون پدر یا مادر یا بنیه میخواد غیرت اونو مثلا یه مقدار به جوش بیاره، مثلا تو به خودش بیاره، مثلا از این روش‌های به غلط استفاده. یه جایی ممکنه مسکنی هم باشه ها، ولی آثار سو داره. خیلی آثار. ببینید شما دائم اگر با یک کسی نشست و مرخاست بکنید که هی منفی بافی بکنه، روح و روان آدم اذیت میشه، دست اون نمیخواد دیگه کنارش بشه. شما الان وارد مهمونی بشین ببینید یکی از خیلی نگاه مثبت خوب، یکی هم نه منفی، آدم مثبت‌تر انتخاب میکنه میره سراغ. اصلا یکی از دلایلی که بچه‌ها میرن، اشاره کردیم، میرن بیرون با دیگران، میگن اون منو درک میکنه اصلا. بله. من پدر مادرم منو نمیفهمن اصلا. با من همش در دعوا داریم، همش دارن میگن بکن نکن فلان قیاس، همین موانعی که بعد خیلی وقتا هم ترکیبی میشه. بله. یعنی این حمله ترکیبی دشمن بود. بله. یعنی ما پدر مادرها به نیت شاید تربیت، البته خیلی وقتا نیت تربیت نیست. حالا من یه چیز تو ذهنم اومده با شما به اشتراک میذارم، ممکنه نیت این نباشه. میایم یه حمله ترکیبی میکنیم، یعنی لحظه در لحظه همه این موانع رو با هم داریم انجام میدیم. بله. تا آخرش هیچی نمیشی. فلانی رو ببین، نگفتم بهت فلان کارو بکن. یعنی الان هم قیاس شد، هم پیش بینی غلط شد، هم سرزنش شد، هم شخصیتش خورد شد، هم همه رو برچسب منفی زده شد، هم نصیحت شد مکرر. میگین چه دارم میگم؟ یعنی تو یه لحظه ما کلا زدیم طرفو برجکشو. حالا من اینو به شوخی میگم، حالا که گاهی اوقات میگم ما پدر مادر رو خدایش تو خراب کردن بچه‌ها یه جای حرفه‌ای. آره. در حالی که باید تو تربیتشون حرفه‌ای عمل بکنیم. آره. دلیلش هم اون انباشت مدل‌هایی که خود ما دوران کودکی دریافت کردیم. حالا من اون چیزی که گفتم به ذهنم رسیده، خیلی وقتا مثلا شاید به نیت تربیت نیست، خواستگاهش یه چیز دیگه است. میخوام بگم یه فاصله بگیریم، برگردیم، یه چیز خوب پخش می‌کنن آقای حسین زاده که حالا هممون قطعا بهتر خواهد شد و برمیگردیم و اون نکته رو به اشتراک می‌گذارم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اون نکته که به نظر خودم مهمه مطرح بکنم، ببین خیلی وقتا به نیت تربیت، مثلا اون چیزی که عرض کردم، مثلا غیرت بچه رو مثلا میخواد به جوش بیاره یا مثلا متوجه یه نهیبی باشه، مثلا این رفتار انجام میشه. خیلی وقتا من تو عموم این حالا 8 مورد شد به نظرم تا الان فرمودید، احساس میکنم که نه، اصلا خیلی وقتا موضوع تربیته نیست، موضوعی که من صبرم لبریز شده به عنوان یه پدر یا یه مادر. متوجه؟ یعنی اون خوش هیجانات. آره، اونجوری که دلم میخواد بچم نیست، صبرم لبریز شده، آستانه تحمل و بردباریم لبریز شده، دیگه نمیتونم تحمل کنم، سریع شروع میکنم تهاجم بردن و از این روش‌ها استفاده میکنم برای اینکه اونو مثلا، یعنی اصلا دیگه هدف تربیت نیست اینجا، من خودم دیگه اصلا دیگه مثلا مستاصل شدم. اینجوری نیست؟ بله. یه چیزی من میگم، حالا ممکنه برخی مادرها یا پدرها ناراحت بشن از شنیدن این، ولی میخوام یه واقعیتی رو ترسیم بکنم. یه موقعی من توی یک جمعی از مادران و یه مادری روز 2 یا 3 بار سر بچهش داد بزنه، یعنی سالی میشه بیش از 1000 بار، شک نکنه که یه مشکلی داره این مادر، باید حتما یک مراجعه‌ای بکنه یا اصلاح روش تربیتی بشه، یا ممکن نه واقعا یه مشکلیه، مثلا پرخاشگری داره، تکانه‌ایه، این باید بالاخره بررسی بشه. ممکنه تو مادر کمخونه، بعد اینا بررسی بشه که نباید مادر انقدر تو محیط خونه داد بزن. یادم تو همون جلسه یکی از مادرها پرسید که ما مجازیم چند وقت یه بار سر بچه‌مون داد بزنیم. من گفتم اصلا مجاز نیستیم، چند وقت یه بار چیه؟ اینه که شما الان به یه راننده بگید تو ما یه بار مجازی تصادف کنیم، آیا میتونیم بهش بگیم؟ یعنی اگر این مهارت رو بلد باشه دیگه نه، تصادف یک امر کاملا اتفاقیه که ممکن چند سال یه بار اتفاق بیفته. تو تربیت هم همینه، یعنی اگر ما همه مکانیزم های تربیت رعایت بکنیم، خودمون تنظیم باشیم، بالاخره روش های تربیتی رو بدونیم، اصلا تو فضای تربیتیمون داد و بیداد کردن نمیاد. ولذا این رو ما باید بهش دقت بکنیم. یعنی اگر دیدیم رفتارمون رفتار نامتعادلیه، همین که شما فرمودید،
یعنی یه جنگ ترکیبی بر علیه فرزندم راه اندازی میکنیم که همزمان داریم میزنیمش، فحش بهش میدیم، سرزنشش میکنیم، خدمت با 100 نفر مقایسهش میکنیم. بله من خب این بدونم من یه مشکلی الان دارم، اینو ببرم اصلاحش بکنم و یقینم بدونم با این روش توش تربیت در نمیاد. آقا برخی هم میان به ما میگن آقا مثلا من خودم بچگیم کتک خوردم، الان من آدم خوبیم. من یه موقع به شوخی میگم من شوخی میکنم ولی معلومه واقعا خوب باشی. تو الان داری ادعا میکنی ولی اگه یکی اهل فن بیاد آنالیزت بکنه یه موقع به خاطر هم کتک خوردنه بله مشکلاتی داری، خودت هم متوجه نیست. میدونی این یه خونه‌ایه که ما توش داریم زندگی میکنیم، به تدریج رنگش در دیوارش کثیف میشه، ما خیلی متوجه این تغییره نمیشیم. ولی یکی که ابتداعا این خونه رو دیده، بعد از 5 سال بعدم میاد ببینیم چقدر این خونه کثیف شده در دیواراش، اون متوجه این تغییر یا اینکه تو میتونستی خیلی بهتر از این باشی، اونم که جای خودش، اونم که ولی الان نیست. بله نه اینو من میخوام میدونید تأکید بکنم که کسی که رفتار بد تربیتی باهاش بشه قطعا مشکلاتی پیدا میکنه. اینی که بگیم الان خوبه میتونه خوبتر بشه یا خوبتر میشد، یعنی حتما یه ایراداتی پیدا میکنه. حالا ایرادو باید بریم پیدا کنیم. یعنی موقع مثلا میخوام میگم خیلی عذر میخوام، یه مرتبه اصلا ایراد تو اتاق خوابش نمایان میشه، ممکنه بیرون نمایان خیلی نشه ولی این ایراد یه جای بیرون میزنه. لذا باید یه آنالیز دقیق این فرد بشه، یعنی اون کتکه بالاخره سوء رفتار رو توی ایجاد کرد، حالا کجا چجوری و اون اصلا همین حسی که من باید بچه‌م بزنم خودش بده. این تفکریه که معلومه از یه فکر سالم تراوش نمیکنه، میشه در جهل. بله پس اینم یه نکته، پس ما باید بهش توجه داشته باشیم که این نکته هم پیش بینی منفی هم نکنیم. اما نکته نهم، گاهی اوقات گله و شکایت کردن از بچه‌ها ارتباط رو باهاشون تضعیف میکنه، نه نسبت به خودشا. این برخی‌ها گله شکایت بچه‌شون رو پیش این اون میبرن، مثلا بابا وارد خونه، آره صبح میری غروب اینا رو انداختی تو جون من، امروز کلی منو اذیت کرد، نه درس خونده نه فلان، شروع میکنیم. این بچه به مادر نزدیک نمیشه، دور میشه. مثلا بچه رو برده خونه داییش، مثلا حالا خانومم برادر خودش خیلی اعتماد داره، مثلا داداش یکم اینو نصیحتش کن، درس نمیخونه، حرف منو گوش نمیکنه. این گله و شکایت کردن در حضور بچه‌ها شخصیت اونا رو از بین میبره. یادتونه من یه جای صحبتم در برنامه قبل اشاره کردم که تنبیه شخصیت رو اگر هدف قرار بده تنبیه ضد تربیتیه، عمل رو بر عمل. باورتون میشه گاهی اوقات عمل رو هم وقتی ما میخوایم مورد هدف قرار بدیم خود محیط دوباره مؤثره. یه موقعی مثلا این لیوان رو ریخته، من جلو همه میگم چرا مثلا مراقب نبودی پات خورد به لیوان. ببینید اینجا داریم کار رو ولی چون جلوی دیگرانه داره شخصیتش خورد میشه. برای همین ما تو برخی روایات داریم نصیحت میخوای بکنی پنهانی، توصیه میخوای بکنی پنهانی، در حضور دیگران ممکنه باز اون لجبازی، اون بالاخره عدم پذیرش شکل بگیره. تربیت دیگه سخت‌ترین کار عالم، یعنی چون میدونین اصلا جناب قوامی نمیدونم یه حرفی که میزنم شما تایید بکنید که قبول دارین یا نده، اصلا کارهایی که یک طرفش انسانه اینجور سخت‌ترین کارها. یه موقع یه دستگاه مقابلیم 4 تا کلید میزنیم بالاخره دستگاه دیگه موجود پیچیده، ولی وقتی انسان میشه و خصوصا بچه‌ها، چون بچه‌ها ثبات هنوز ندارن، تازه ما داریم شکلشون میدیم، خیلی باید هوشمندان و زیرکانه این عمل اتفاق بیفته. بعد فکر میکنم رو با گله و شکایت اصلا چون کار سختی بود، این کار سخت خدا داد به بهترین خلقتش پیامبر. بله این چی میگه؟ بعد دقیقاً همینه، چون پیچیده ترین کار عالمه پیامبران میان مأمور این هدایت بشر میشن. البته من اینم نمیخوام بگم که والدین ناامید بشن، بگن خب از دست ما بر نمیاد. ببینید دقیقاً اینه، یه راننده و ناراننده است. شما یه ناراننده رو بهش بگیم برو جاده چالوس، حالا پشت فرمونم نشسته، این جاده رو میبینه وحشت میگیرتش، نمیتونه. ولی آیا وقتی ما رفتیم فوت و فنش یاد گرفتیم موضوع دستمون صفر شدم همینجوره؟
این تازه این جاده لذت هم داره، باید از همین جاده بریم. ضمن اینکه چون نیت خالص هست، قطعا پدر مادر دلشون میخواد بچه‌شون رو درست تربیت بکنن، خدا هم برکت میده، همون یه قدم 10 قدمه میشه به نظر. بله دقیقاً همین کمک میکنه خدا به متعال. لذا نباید واهمه داشته باشیم، بیشتر باید بریم به تعبیر فوت و فنش رو یاد بگیریم. اما نکته آخر تحمیل نظر، یعنی گاهی اوقات ما نظرمون رو میخوایم به بچه‌مون تحمیل بکنیم. حالا خصوصا بچه‌ها وقتی یه ذره سنشون بالاتر میاد، اینا دوست دارن که تحلیلی موضوعات رو بپذیرن. ولی مثلا من یه نوجوان تو خونه دارم، مثلا میگم 9 شب باید بخوابی. چرا؟ چون بابات میخواد بخوابه صبح بره سر کار. تحمیل میکنیم بهش، این دور میشه. اما بعد میری تو اتاقش، میبینی یواشکی بیدار و کلش تو موبایل مثلا نخوابیده. ولی اگر تونستی او رو قانع بکنی که ما همه باید این ساعت بخوابیم، به این دلیل شما مدرسه باید بریم، بابای سر کار باید بره، یادت دیروز که دیر خوابیدی، سخت بلند شدی، یعنی شروع کنیم باش تحلیلی صحبت کردن. حتی بچهای کوچیک نباید آمرانه باشون برخورد بشه. یعنی حتی اگر میخوایم همون ساعت 9 هم بخوابیم، باید 9 بخوابی. بایده نه، فضا رو به گونه‌ای فراهم بکنیم که اون ساعت 9 بره بگیره بخوابه. حالا اینا همه روش تربیتی داره که باید بهش توجه. حالا این مثال زدین توی هر کار دیگه‌ای. ما نظر رو نباید تحمیل کنیم. نه تحمیل نه، تبیین باید بکنیم. خب حالا باید او رو قانع بکنیم. سوال بعدی، اگر تبیین کردیم، اگر تحلیل کردیم به تعبیر شما و توضیح دادیم همه متن و حواشی قضیه که به این دلیل این کار باید انجام بشود، اما بازم اون نپذیرفت، اینجا دیگه تبدیلش کنیم به برنامه، نه باز به تحمیل نظر. مثلا راجع به همون 9 شبه چجوری میشه؟ مثلا برنامه خونه این ساعت همه باید بخوابیم، برنامه همون اینه، باید بخوابیم. بله. یعنی ببینید دیگه باز تحمیل میشه دیگه؟ نه تحمیل فردی نه. این که میگم همه باید بخوابیم یعنی معلومه یه برنامه جمعیه. یه موقع مثلا من به بچه‌م میگم که الان باید بری نمازت اول وقت بخونی، باباش نمیخونه، من نمیخونم. یه موقع میگیم که نه، میخوایم تو خونه ما همه با هم نمازمون اول وقت. چیزی جمعی نبود، مثلا با یه دوستی رو انتخاب کرده، چیزی که الان بزنم به 1001 دلیل فنی دقیق که براش توضیح میدی، نباید شما با این دوست ارتباط داشته باشی، ولی او نمیپذیره استدلال ها رو. خب باید ببینیم دلیلش چیه. مثلا گاهی اوقات من دیدم همین موضوعاتی که میگید، بعد میبینه همین دانش آموزی، همین فرزند برمیگرده میگه خب حالا با این دوست نباشم با کی؟ من دیگه دوست دیگه ای ندارم. یعنی اون هم برای خودش دلیلی داره دیگه. برای همین میگم باید بشنویم حرفش رو. خیلی ممنونم استاد تریشون. شما 10 مانع رو به عنوان مجموعه موانعی که پدر مادرها نمیتونن با بچه‌هاشون ارتباط برقرار کنن بیان کردین که یک بحث ریشه‌ای و اساسیه، چون ارتباط سالم و درستی قرار نباشه بین پدر بین هر دو نفری، دو طرف ارتباطی، هیچ انتظاری نمیشه داشت دیگه از اون ارتباط، چه برسه به تربیت درست. دست شما در نکنه. بعد مراحل بعدی رو ببینیم هفته بعد چه خواهد بود، استفاده خواهیم کرد. عواملی نیست. التماس داریم. مخلصیم، محتاجیم به دعاتون. ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. خدا حفظتون بکنه، هم شما هم عزیزانتون رو، و انشالله هممون در مسیر درست، اون چیزی که خدا و انبیا و اولیاش برنامه‌مون در نظر گرفتن، بتونیم گام برداریم. التماس دعا. یا حق